های، تا حالا شده به چشمای یه نقاشی نگاه کنی و حس کنی یه چیزی پشت نگاهش پنهونه؟ یه چیزی فراتر از فقط رنگ ها؟ قطعاً یکی از معروفترین و ترسناکترین این نقاشی ها اثریه به اسم The Crying Boy. خوش اومدین به پلیلیست هنر و چیزها. امروز افسانه تابلو پسر گریان رو میشنوید. داستان از دهه 1950 شروع میشه. یه نقاش اسپانیایی به اسم برونو که سابقه جنگیدن در جنگ جهانی دوم رو داشت، نقاشی‌هایی رو با الهام از صحنه‌های گریه و کشتن کودکانی که در طول جنگ دیده بود کشید که بعدها بسیار چاپ و پخش شد که معروف‌ترینشون همین پسر گریان بوده. پسر بچه‌ای با چشمایی پر از اشک که انگار غم بزرگی پشت اونها پنهونه. اما این فقط یه تابلو غمگین ساده نبود و گویا نفرینی پشت نگاه این بچه وجود داشت. سالها بعد از کشیدن نقاشی در دهه 1980 بارها و بارها گزارش‌هایی منتشر شد از خونه‌هایی که آتش گرفتن و همه چیز سوخته بوده، اما یه چیز میان آوار سالم میمونده، همون نقاشی پسر گریان. و خیلی زود شایعه‌ها پیچید که این تابلو نحسه و هر کس داشته باشدش آتش سوزی در انتظارشه. توی اینترنت بعضیا میگفتن بچه‌ای که مدل این نقاشی بوده یتیم بوده و مادر پدرش توی آتش سوزی مردن و خودش هم هر جا میرفته بدبیاری میآورده و نفرین اون به این نقاشی منتقل شده یا روح اون بچه هنوز داخل تابلو گیر کرده. سال 1985 روزنامه دسان تیتر زد: نفرین پسر گریان. داستان پر شد از اعتراف آدم‌هایی که میگفتن از وقتی این تابلو رو زدن روی دیوار بدبیاری شروع شده. خونمون آتیش گرفته و فقط همین تابلو مونده. اما بخش ترسناکتر این داستان این بود که خیلی از نقاشی‌هایی که مردم فکر می‌کردن نقاشی اصلیه در واقع یکی از هزاران کپی از نقاشی بوده و هزاران نسخه چاپی از این نقاشی در اروپا پخش شده بود. اما خب حقیقتی که توضیح داده شد خیلی ساده بود. کارشناسان میگفتن جنس تابلو خاص بوده و برای همین نمیسوخته. ولی چرا این همه داستان و تصادف پشت سر هم اتفاق افتاده؟ هر بار آتیش و هر بار هم همین تابلو. این چیزی بود که جوابی نداشت. اینجاست که مرز بین واقعیت و افسانه محو میشه. پس دفعه بعد که تابلوی قدیمی دیدی، مخصوصا وقتی با چشمای گریونی نگاهت میکرد، مطمئن شو فقط یه تابلوی ساده است و یه نفرین پشت اون نگاه نیست. و این افسانه اینجا تموم شد. سعی کردم تمام داستانهایی که راجع به این افسانه وجود داشت رو یک جا براتون جمع کنم. امیدوارم دوستش داشته باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کامل شدن این تصویرسازی رو توی ادامه ویدیو میتونید